رویای کانتنت کریئتورها بالاخره به حقیقت پیوست. آقا اینستاگرام تو آپدیت جدیدش بالاخره یه گزینه رو اضافه کرد که میتونی با زدن یه دکمه پستتو مستقیم بفرستی تو اکسپلور. این چیزیه که من تقریبا 2-3 سالی میشه دارم به همه میگم که بابا خزعبله، اصلا یه همچین دکمه‌ای وجود نداره، هیچ کسی نمیتونه این کارو برای شما بکنه و واقعا هم بود. اما تو آپدیت اخیرش اینستاگرام گزینه ترایل رو اضافه کرده که میتونی بدون اینکه مخاطبین اون پست رو ببینن مستقیم پست رو وارد اکسپلور بکنی و ازش کیلو مخاطب و فالوور بگیری. من و تمام همکارایی که دارن با هم کار میکنن، در واقع کارفرماهای من، تو ماه اخیر مجموعاً بیشتر از 10,000 تا فالوور از طریق گزینه ترایل گرفتیم. یعنی خیلی راحت با استفاده کردن از یه دکمه و یه استراتژی درست میتونی جلوی میلیون تبلیغات رو بگیری و خیلی راحت خودت بشی مبلغ برندت. اون استراتژی درست، اون حالا این دکمه چجوری کار میکنه، چه محتوایی رو باید ترایل بکنیم، اصلا چجوری ازش استفاده بکنیم که فالوور بگیریم و اینکه آیا هر محتوایی که ما بخوایم بذاریم به ما اون تعداد فالووری که مد نظرمون داره میده یا نه. در واقع اون کوزه‌گری استفاده از ترایل دقیقاً چیه. چه این ویدیو ریز تا درستش رو برات باز میکنم و میگم چجوری باید از این گزینه استفاده بکنی که نهایت بازدهی رو ازش بگیری. اول راجع به نحوه استفاده کردن از این گزینه بهت میگم. قبل از بارگذاری پستت، بعد از نوشتن کپشن، خیلی واضح یه گزینه وجود داره به نام ترایل که با روشن کردنش اون پستت به مخاطبینت نشون داده نمیشه و مستقیم وارد اکسپلور میشه. از این بخش میگذریم چون یادگیریش تو گوگل و چت جی پی تی و همه جا هست. میخوام اینجا چیزی رو بگم که اونجا نمیتونی پیدا کنی. یه چرخه 4 مرحله‌ای، یک استراتژی 4 مرحله‌ای برای بازدهی گرفتن از ترایل وجود داره که 4 مرحله‌شو کامل برات باز میکنم. بعد دیگه خودت برو انجامش بده. فقط مهم بگو که چقدر بازدهی ازش گرفتی. مرحله اول، تعداد. آره، تعداد بالا منتشر کن. روزی 10 تا ترایل بذار، 20 تا ترایل بذار. اینستاگرام هنوز هیچ محدودیتی برای تعداد ترایل هایی که میتونی در روز برنامه‌ریزی بکنی نذاشته. یعنی میتونی 60 تا 70 تا هر چقدر که بخوای توی روز ترایل بذاری و فقط آمارها رو با هم دیگه مقایسه بکنی. در واقع میتونی ماهیچه تولید محتوا کننده که مغزتو با گزینه ترایل حسابی قوی کنی. چجوری؟ اینکه مثلا یه محتوا رو، یک حرف واحد رو با 3 تا قلاب متفاوت ضبط کن. همون محتوا رو با 4 تا CTA مختلف ضبط بکن و تمام اونا رو اول توی ترایل بارگذاری کن. بعد ببین کدومش ویو بهتری بهت داده، کدوم شیر بیشتری گرفته، کدوم محتوا برات فالوور بیشتری آورده و در نهایت تنها اون گزینه‌ای رو توی فید یا هوم اصلیت بذار که بهترین بازدهی رو برات داشته. پس اولین مرحله اینه که اصلا از بارگذاری کردن ترایل های زیاد نترس. هر چقدر که دوست داری ترایل بذار و مخاطبتو و حتی خودتو به چالش بکش. قسمت دوم این چرخه حذف بازنده هاست. توی روز 10 تا ترایل بارگذاری میکنی، ممکنه یه سریاشون زیر 1000 تا ویو بگیرن. اصلا از ویو نگرفتن توی ترایل نترس. توی پیج خودم من یه ویدیو گذاشتم که فقط 67 تا دونه ویو خورد. فکر کن پستتون مستقیم بفرستی توی اکسپلور و فقط 67 تا ویو بگیره. چقدر ناامید کننده. ولی اصلا نگران نباش. با تغییر دادن چند تا جزئیات کوچولو، با عوض کردن متن و تغییر دادن کپشنش، همون پست برای من 3 میلیون ویو گرفت. جذبشم که اصلا برات نگم خیلی شیرین بود. فکر کن تو یه محتوا رو با یک کم تغییر دادن جزئیاتش بتونی اینقدر ویوشو تغییر بدی. پس اصلا از ویو نگرفتن نترس. اگر یه پست دیدی ویو نمیگیره، تغییرات جزئی توش ایجاد بکن و دوباره بارگذاریش بکن. اگر دیدی بازم ویو نگرفت، حذفش کن. اصلا مشکلی نداره. چون هیچ محدودیتی تو تعداد بارگذاری ترایل نیست. تو میتونی اینقدر آزمون خطا بکنی تا یاد بگیری. اون ویدیویی که با تغییر هم ویو نگرفت رو رها کن، حذفش کن، اصلا مهم نیست. پارت سوم این چرخه میشه مؤثر کردن برنده ها. اگر دیدی که مثلا از 10 تا ترایلی که گذاشتی 6 تاش جواب نداد، اون 6 تا رو پاک کن، اون تعدادی که باقی مونده رو مقایسه کن و اون چیزی که خیلی خوب و بیشتر از بقیه ویو گرفته رو توی پیج اصلی خودت هم بذار. معمولا ترایل ها بعد از دیگه مثلا 2-3 روز نهایت ویو خودشون رو میگیرن و بعد از 2-3 روز دیگه خیلی ویوشون تغییر نمیکنه. پس اگر مثلا دیدی 2 برابر 3 برابر تعداد فالوورهای خودت بهت ویو داده، بهت جذب فالوور داده، اون پست رو حتما توی پیج خودت هم بساز. چون
قطعا باعث اعتماد سازی میشه. البته اینم بگم که اصلا نیاز نیست اون پست رو دوباره آپلود کنی، فقط کافیه از گزینه ترایال از قسمت حالا اون 3 نقطه بغل اد تو فید یا اد هوم رو بزنی. اینجوری دیگه تعداد ویوهاش همون قدری که قبلا گرفته صفر نمیشه، اون تعداد ویو میاد تو هوم یا تو فید پیج قرار میگیره. بخش چهارم استفاده از ترایال که بهت میتونه ویوهای میلیونی و جذب بیشتر از 10,000 تایی بده اینه که این چرخه 3 مرحله‌ای رو تکرار کنی. یعنی روزانه، هفتگی، ماهانه، نمیدونم هر چقدر که مد نظرته، اینقدر این چرخه رو تکرار کن تا بالاخره به ویو میلیونی و گرفتن 1000 تا فالوور برسی. در نهایت ممنونم از اینستاگرام برای اضافه کردن این آپدیت خفن، به خاطر اینکه کسی که محتوای ارزشمند میسازه دیگه نیاز نداره که ماها فعالیت بکنه تا به 1000 تا دونه فالوور اولش برسه. بدون هیچ هزینه خود اینستاگرام با گزینه ترایال اون محتوا رو اینقدر به آدمای جدید نشون میده که خیلی راحت تر چیزی که فکرشو بکنی مخاطب واقعی به سمتت میاد. برای اینکه از آخرین اخبار تولید محتوا توی اینستاگرام عقب نمونی، کافیه که کانالمو سابسکرایب کنی و همراه ویدیوها باشی.